يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هیچ وقت در فکر اسلام و زحمت و یعنی که اینا خوارج هم یا قتل مسلمان هم هر کسی که حنفی هم و یعنی که عقیدش کفرش میدونن مرتدش میدونن خوارج هم یا تکفیری هم اینا و تماما با یکون چیزی مو ارتباط ندارن. اگه جایی که دیدش همونه بچه های اروپا و شاگرداش هم که دیده که همین دعوت دارن در همین درونی گروه هاش دارن در درونی معرکه ها اون رو بخیرتن مقاماتی یعنی که پلیسی همونجا بسپرن یعنی ثواب و اجر ثواب و اجره اینو خوارج هم از اینو اصحاب رسول اکرم خسته گرم موتنه اینو تکفیری هم تکفیری یعنی اینو دیگون انسان قدر نداره مسلمان قدر نداره در پیش اینو در پیش اینو بگه یافتی بکش میگه تمام مردم ترسون در پیش اینو مشرک کرد و خودی خونه سوخته کسه حیوان در جای دیدی اگر دجاله خبر کنید تا اینکه مقامات اروپایی بفهمن یعنی که بگیره بوده بودن خواب اگر دیدی شاگردای همین ابو دجاله در جای بدون یگان چیز صورتشون بگیره برای بسپورش بکنه حالا گیره یک قاتل است خودش همون ابو دجال و همون خاطر هر کجا که میبینه شو بدون یگان چیز اونو باید که معروف یعنی که که لایف اینها را تعقیب میکردم دیدم که برادر گرامی ما شیخ بزرگوار استاد محترم که از کشور تاجیکستان ما باید در حقیقت اولا افتخار بکنیم به این نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی برادر ما را برای ما و شما عطا کرده در کشور تاجیکستان در کشوری که واقعیت انسان گریهش میگیره که در طور یک کشوری طور یک شخصیت برای ما نصیب کرده و دیدم که با این چه رقم رویه شد رفتار شد در حقیقت برای دعوتگران ما خوب نبود که چنین رفتار رویه بکنن خیلی جگرخون شدیم و جناب محترم استاد ابو عمر که خیلی تلاش میکنن در رابطه با بیان حق و شیخ ابو محمد مدنی واقعیت که یک عالم مبارز مجاهد کسی که همیشه میبینیم تعقیب کردیم که مبارزش با شرک و طاغوت و خرافات و بدعت ها می باشد. الحمدلله. دوستان نهایت عزیز، ما در رابطه با آیه قرآن کریم که در سوره الطارق الله متعال برای ما و شما بیان کرده است بسم الله الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر در روزی که رازهای پنهان آشکار میگردد
در روزی که اعمال و اقوالی که انسان ها آن را پنهان میکنند آن روز آشکار میشد. یعنی اعمال ما، اقوال ما و عقایدی که انسان در دنیا او را پنهان میکند، الله سبحانه و تعالی در آن روز از همه آن پرده می. والله متعال برای تمام برادران و خواهران عزیز ما توفیق این را نصیب بکنند که از هیچ کسی هراس نداشته باشند، در بیان حق هرگز از کسی هراس نداشته باشند، نه از دولت نه از هیچ کسی. از زمانی که دعوت به توحید آغاز شده که همانا از زمان نوح علیه السلام است که همونطور جانها فدا شده، سرها فدا شده و ما هم به خاک پای عبدالله نمیارزیم چی برسد برای انبیا علیهم السلام. متاسفانه ما آن قدری که در فکر تلاش دنیا شدیم هیچ به فهم قرآن حدیث زحمت و تلاش نمی کنیم. ابو محمد مدنی تکفیری است. خلاصه نه، ابو محمد مدنی تکفیری نیست. الله را من شاهد میگیرم ابو محمد المدنی تکفیری نیست. یک عالم برجسته، یک عالم ماشاءالله جوان حقگو، الله جل از اونها راضی باشه. شما که او را تکفیری میگین با کدام منوال دلایل بیارید؟ در مقابلش اگر شما دلیل نداشته باشید او را تکفیری معنیش است که شما او را کافر خطاب میکنید. این مردم یک دلیل بسیار صریح از قرآن و سنت در مقابلش بیارید و نه ایتو نشود که در حضور الله سبحانه و تعالی در روز قیامت از شما پرسان شود که بمی عقیده که در ذهن شماست که ابو محمد و ابو عمر و امثال اینا تکفیری هستند. تکفیری اونایی هستند که در گناهان کبیره تکفیر میکنند. تکفیری اونا است که انسان‌هایی که حاکم عادلی که وجود داره و حاکمی که واقعا سر چشمه قرآن و سنت است اونها را تکفیر میکنن و عامه مردم را تکفیر میکنن. اونا تکفیری ها هستند، مثل خوارجی که در عمان قرار دارند، در یک دیاری، در یک شهری در اونجا هستند. اونا جمله تکفیری ها و در جمله خوارج هستند که به گناهان کبیره تکفیر میکنن. ما عامه مسلمان ها را تکفیر نمیکنیم. شیخ مدنی به این عقیده هست عامه مسلمان ها را تکفیر نمیکنن. هر کسی که مطابق قرآن و سنت توهین و تحقیر میکنه و او را زیر پای میکنه ما اونها را مسلمان نمیدانیم، ولو که هر کسی بوده باشه. ما دهشتگر و وحشتگر نیستیم، ما افراطی نیستیم. ما میخوایم عامل به کلام الله و بنده مسلمان و مؤمن و با ایمان از دنیا بریم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بنی قریظه با یهود چی رفتار کرد؟ چرا انقدر انسانها را از در شمشیر بیرون کرد؟ محمد رسول الله، محمد فرستاده الله است و کسی که به نبوت و به جهاد و به دعوت و به توحید رسول الله ایمان نداره اون کافر بین المللی است. با این کس شک و شبه نداره. بخونه 1000 سال نماز بخونه، بگه 1000 سال کلمه بگه 1000 میلیون دلار انفاق بکنه، باید زندگی 23 ساله رسول الله را ایمان داشته باشه. والذین معه اشداء علی الکفار. اصحاب رسول الله تاجیک و ترکمن و ازبک و پشتون، شافعی و مالکی و حنبلی، تبلیغی و وهابی و سلفی نام نداشتند. اصحاب رسول الله بین خود تشدد نداشتند. آنهایی که قلب و گوش حنظله را بیرون کردند، آنهایی که آتش ها را آهنا را داغ کردند، بر فرج سمیه ها چسباندند، آنهایی که به شکم بلال ها شلاق زدند، آنهایی که امام ابو حنیفه ها را به زندان به شهادت رساندند، آنهایی که امام محمد حنبل ها را به زندان به شهادت رساندند، آنهایی که شیخ الاسلام ابن تیمیه را به زندان به شهادت رساندند. پیروان همون مکتب خبیث و پلید امروز منتظر قربانی یک دست دعوتگرا و علما و حقگویان حتمی انتظار میکشن. اما این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یقینا الله که آتش را بر جان ابراهیم گلستان کرد اون از خدایی خود استفا نکرده. الله که دریا را بر پیش روی موسی سرک ساخت از قدرتش استفا نکرده. الله که اسماعیل را زیر کار حفاظت کرد اون از رب از ایلا بودن خود استفا نکرده. الله با همه مسلمین هست. الله با کیست؟ با همه مسلمین. دشمنی به کلام الله، دشمنی بر منهج رسول الله، دشمنی بر آیات حجاب و قتال و قصاص، دشمنی بر حزب و گروه و تنظیم نیست، دشمنی بر الله متعال جل و شانه. یا ربی یا ربی
اگر ملت ها عمل کردن با آیت جهاد و قتال و دشمنی بر یهود و نصارا را تا پی القاعده و تروریست میگذارند، اگر کشتن و شمشیر زدن رسول الله را در احد و بدر و حنین و به اصطلاح در غزوه بنی قریظه سربریدن یهود را تروریست و دهشتگر میشناسند، دشمنان بدانم که اگر محمد تروریست بوده ما همه یک تروریست جهانیستیم. به این تروریستی یقینا تا لحظه یک قطره خون باشه ادامه خواهد دادیم. دهشت و وحشت نمیخواهیم، ما جنگ و جدال نمیخواهیم، ما امنیت و صلح در پرتو قرآن. ما مخالف پلیس و اردو، مخالف نظام، مخالف پارلمان و تانگ و تیاره نیستیم. ما مخالف قانون کفری هستیم. مخالف چیستیم امت؟ ما حکومت میخواهیم، پلیس میخواهیم، تشکیلات میخواهیم، نظام میخواهیم، اصلاحات میخواهیم، قانون اسلامی میخواهیم. وقفتها الجاه والمال يا ربي قدرا. اگر کسی بیاید بگوید الله گفته زن را سنگسار کن، این سنگسار افراد است و این در دین نیست، این تشدد و بنیادگرایی است. اگر الله را افراطی بخواند و رسول الله را افراطی بخواند و صحابه را افراطی بخواند، الله و رسول این انسان را از دایره بهشت و دین و ایمان و عقیده و بندگی خود رخصت نموده است. اگر تمام علما و دانشمندان جهان فتوای بهشت رفتن و فتوای مؤمن بودن بر بدن، الله ای را کافر جاپانی معرفی کرده است. چرا که مخالفت به یک حرف و به یک آیت قرآن صراحتا انسان را از ایمان خارج می کند. اما این فرمول را پیشتر اهل علم می داند در ایمان و کفر فیصدی نیست که گاهی وقت اعتراض سر قرآن کرد. من باید اسنادی را پیش کرد که در قانونهای امروزه موجود نیست. اون اسناد به قانون اساسی الله آمده است. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ما پس نظام میخواهیم، شورای زنانی که مطابق شورای زنان صحابه، شورای زنانی که مطابق شورای زنان اصحاب رسول الله و ائمه دین، همونطور نظامی را ما خواهانیم. و به عبارت دیگر ما دکتر و انجینر و دکتر و ماستر و فیلسوف میخواهیم، با اینکه حق و حقوق قرآن کریم و حق و حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم باید اصلاح شود. وحبي دنيا ذميم من كل